بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، برادر عزیزم، سؤال شما این است که ترس دنیا را، ترس این طاغوت ها را چگونه ما می توانیم از قلبهایمان بیرون بکنیم، دور اندازیم و ناترس و شجاع باشیم. بارک الله فیکم. اولین قدمی که انسان را از ترس طاغوت نجات می دهد و ترس طاغوت را از قلب بیرون می کند، این توحید است. اولین قدم و آخرین قدم این توحید است. این شناسایی الله رب العزت و الجلال است. هر کسی که الله را باید که بشناسد، چگونه ای که الله خودش خبر داده است بشناسد، بزرگی الله سبحانه و تعالی را بفهمد و بندگی را به الله بجا بیاورد و همیشه در اطاعت الله باشد، توحیدهای الله را انجام بدهد، بجا بیاورد، تحقیق توحید نماید، کفر بر طاغوت ورزد، حتما عبادت غیر الله از او نابود می شود. ترس این عبادت قلبی است. ترس این عبادت است و این عمل قلب است. وقتی که یگانه الله را عبادت کردی و یگانه از الله ترسیدی و الله را شناختی چگونه که باید بشناسی و اطاعت الله را نمودی، حرام ها را حرام، حلال ها را حلال گفتی، توحید ربوبیت، الوهیت، اسما و صفات و خواسته های الله سبحانه و تعالی را ایمان آوردی و قبول کردی و تصدیق کردی و بجا آوردی، بالاخره برادر عزیزم بارک الله فیکم، انمین عبادتی ترس هم به وجود میاد. یعنی یگانه از الله میترسی و از غیر الله از هیچ کسی نمیترسی. وقتی که توحید به وجود آمد، ترس غیر الله نابود می شود. از همین جهت بود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امامی همه شجاعتمندان بودند. شجاعت یعنی ناترسی از دشمنان الله. شجاعت یعنی کفر بالطاغوت، براءت از کفار و مشرکین. شجاعت ترس دنیا و ترس این طاغوت ها را و ترس این ظالمان را از قلب بیرون کردن. و شجاعت بدون توحید به وجود نمی آید. توحید است که مرد را شجاعت می دهد، زیرا که توحید است که تو را به بزرگترین ذات پیوست می کند. توحید است که به تو قوت می دهد. توحید است که پشتیبان تو را به تو نزدیک می کند و در حقیقت الله از تو پشتیبانی و تو را کمک می کند. توحید است که خودت را آرام می حس می کنی، خودت را اطمینان می یابی و آرامش به قلب تو جا می شود. توحید است که باوری می کنی که الله تو را نصرت می دهد، زیرا که تو در راه حق هستی. توحید است که می دانی که لیس للانسان الا ما سعى. توحید است که می دانی که الله گفت لا یصیبنا الا ما كتب الله لنا. هیچ چیزی به ما نمی رسد بجز همان چیزی که الله به ما رسیده است. هر کسی که می خواهد تو را بترساند، تو به الله مراجعت می کنی، تو از الله می ترسی، زیرا می دانی که یگانه ذاتی که باید بترسی الله هست و بجز الله از کسی نمی ترسی. چقدری که به الله نزدیک شدی، همان قدر شجاعت انسان بالا می رود و همان قدر ترس انسان از غیر الله نابود می شود. چقدری که به الله نزدیک شدی، همان قدر اشتیاق پیدا می کنی که به نزد الله بروی، به خاطر الله بمیری، به شهادت برسی و کفر بر طاغوتت زیاد می شود و موالات بر مؤمنین و خاکساریت زیاد می شود و براءت از کفار و مشرکینت زیاد می شود و غلیظیت در روبروی کفار و طاغوت ها زیاد می شود و ذره در قلب تو ترس نمی ماند. همین عمل بود، همین توحید بود، همین الولا و البرای زنده کردن براءت از کفار و مشرکین، یعنی ناترسی و شجاعتمندی بود که صحابگان غلبه کردند بر بالای روم و فارس. پس برادر عزیزم، ناترسی این ثمره میوه توحید است.
کسی که توحید ندارد شب و روزش ترس است. ترس از بی‌رزقی، ترس از گرسنه ماندن و غمبغلی. مشرکین به این درجه به ترس آمده بودند که دخترهای خود، فرزندهای خود را از ترس رزق، از ترس خوراک خورانیدن و طعام دادن میکشتند. الله بعد از این خبر داد که ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق، فرزندانتون را به خاطر ترس رزق نکشید. نحن نرزقكم و ایهم، ما شما را رزق میدیم. یعنی این توحید است. وقتی که ایمان آوردی که الله تو را رزق میدهد، الله تو را دوست میدارد، الله تو را بیهوده خلق نکرده است، تو به رزق نمیترسی. انسان های هستند که شب و روز از جن میترسند، شب و روز از چشم مردم و از سحر و جادو میترسند و زندگیشان به طوری شده است که سبحان الله خیالی زندگی میکنند. شب و روزشان ترس است، به خاطر اینکه آنها ندانستند که الله حفیظ است، توحید اسما و صفات ندارند، الله خود را نشناختند و اعتقاد یقینی به الله سبحانه و تعالی ندارند. کسی که توحید دارد، یقین به الله دارد، میداند که الله الحفیظ است، چگونه می شود که از سحر و عین و جادو و چنان بترسد که زندگیش شب و روزش ترس باشد؟ این موحد نیست. بله موحد این موحد است، لیکن توحیدش ضعیف است و ترسیدن از غیر الله به درجه ای که برود و انسان را به شرک میبرد، یعنی عبادت غیر الله است. از همین جهت مشرکین قریش چنان از جنها می ترسیدند که وقتی که از یک منطقه به منطقه دیگر در صحرا پیاده راه می گشتند، به هر یک صحرایی که می رفتند یک ندای بلند می کردند و می گفتند که ای جنهایی که در صحرا هستید، ما شما را احترام می کنیم، به ما ضرر نرسانید. گویان جنها را عبادت می کردند. جنها هم فزادوهم رهقا، با کبر و غرور جنها باز زیاد می شد. اما اهل توحید چی میگند؟ وقتی که به یک وادی رفتند، به یک صحرا رفتند، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا نخاف الا الله، زیرا که الله گفت ولا تخشوهم واخشونی، از هیچ کسی نترسید، نه از طاغوت، نه از کفار و مشرکین، نه از جن، نه از چیزی دیگری، یگانه از الله بترسید. این عبادت است که باید به الله انجام بدهید، عبادت قلبی هست. بارک الله فیکم. و قسمی از انسان ها به خاطر از دست ندادن کرسیشان میترسند و قسمی از انسان ها خصوصا امروز در این عصر 21 در این زمان فتنه بسیاری از مسلمان ها رو میبینیم که چنان از طاغوت میترسند که به سبب ترس، سبحان الله، به سبب ترس طاغوت به کفر و به ردة واقع شدند. به خاطر اینکه 2-3 سال 4-5 سال به ناگاه مرا محبس نکند، گفته وقتی که دیدند که بعضی از برادران موحد را طاغوت‌های مرتدین گرفتند و به حبس بردند، بعضی از انسان‌هایی که عیب ندارند، مسلمان بودنشون حالا معین هم نیست، فقط نماز می‌خواندند، نماز را ترک کردند، زنشون را لطوکوب کردند که حجابت را میکشی، رقص بازی میکنی، خودشون شراب نوشیدند. از چی به وجود آمد؟ از ترس به وجود آمد. از ترس کی؟ از ترس غیر الله، از ترس طاغوت به ردة واقع شدند. الله المستعان. پس ای برادر موحدم، ای خواهر موحدم، ترس عبادت است و عبادت قلبی است. باید یگانه به الله این عبادت را انجام دی. وقتی که به سرت یک مصیبت آمد، یک بلای آمد، بدون که این حکمت دارد که حکمتش را الله میداند. به تقدیری که به سر تو الله آور راضی بشو و بدون که لا یصیبنا الا ما كتب الله لنا، هیچ مصیبتی به ما نمیرسد بجز همانی که الله به ما رسیده باشد. این ترس تو از طاغوت تو را از طاغوت نجات نمیدهد، بالعکس تو شجاع باش، تو ناترس باش، یگانه از الله بترس. چقدری که از الله ترسیدی همان قدر مردم از تو میترسند. چقدری که حرمت الله را به جا آوردی تو را دیگران حرمت میکنند. چقدری که الله را راضی کردی همان قدر انسان ها از تو راضی میشوند. انا این است قاعده نظامی که باید ما این را انجام بدهیم. بارک الله فیکم. چقدر خواهران داریم ما، بیچاره های موحده در زیر مشرکین زندگی میکنند، میترسند که بناگاه من از این مشرک جدا شوم مرا کی میخوراند، کی میپوشاند، برای اینکه این خواهرم ایمانش ضعیف است. شوهرت مشرک باشد، مشرکش بگو، ترکش بکن و از او دور بشو
تو را الله عزت می دهد. انا همچنین است. بارک الله فیکم.